حالتون چطوره؟ اومدیم با مالتیچای ماشری بدون الکل برند مالتیچ دیگه. چرا من اونو تکرار میکنم؟ برند مالتیچ. بزن ببینیم چی جوریه. برند مالتیچ براتون آوردیم. برند مالتیچ یه برند نوشیدنی بدون الکله. بعد اینکه روی نزده که واسه چیزه. اینا خب نزده، ولش کن. من احساس کردم که زیر مجموعه چیزیه، حالا در کل که ولشون نزده. مالتیچ استوایی واسهتون آوردم، لیمو و اینکه هلو با کلاسیک تلخه دیگه. اینا رو آوردم تست کنیم با هم دیگه، ببینیم که کدوم اوکی تره که اگه خواستی یه مهمونی بمونی جایی بری بدون کدوم بگیری که خوشمزه باشه دیگه. داستان میچسته. من باردارم جناب سرهنگ. اولی استواری. اینا بهتون میگم که رنگمندی و طرح خوشگلی داره. طرح روش چیزه، این یارو اسفناج میخوام چی بود قدیمی شد با اسفنجی. من خدای تکنولوژی هم بشین اینجا 4 کلمه حرف یاد بگیر. ملوان زده با اسفنجی. بعد از اونه فقط اینکه خیلی خوش‌تیپه، اون خیلی قیافه معتاد بود. این ناخداه. اینم ناخداه دی، پوشش ناخداه. این ملوان بود. حالا آره. بعد بوش خیلی خوبه. بوش حال کردم، خدایی خوشبوه. این استوایش. خب من دونه دونه میریزم، آخر سر تست میکنیم با هم یا نه؟ همین موقع تست میکنیم. ولش کن. تست میکنیم. چه رنگ خوشگلی داره تو نور. واو. سلامتی تو. از برنج میده. به جای میوه باید برنج میذاشتن. چه اینجوری دارمش؟ برنجه که چیه خوردید سرخ میکنی یه دقیقه ته هم مزه همونو میده. خیلی مزخرف بود. اینو بر مهمونی نخرید. اینو زوجو نخرید فعلا. تمام درم آقاش الکی. این عطر فروشی ها میره الکی قهوه میارن بو کنن تمام درم همون بو مونده الکی. چه هلو استوایش آبی بود، نمیدونم چرا حالا آبی زده. میوه استوایش آبی هن، پس سوال آبی و اینا رو زده. این هم که قرمزه واسه هلو شده. کور رنگی داری؟ صورتیه. قرمزه اینجا. واسه قرمزه. صورتی لباس تو قرمزه. نیست بابا. حالا گل بهی. من تو دوربین آره گل بهی تقریبا. خب دماغ رو باید بکنی توش اینجور بشرمایی تا یه کوچولو طعم هلو بیاد. طعم نه بو. خیلی بد مزن. چرا مثل گندی میدن اینا؟ مثل دارو میده این هاشن. اینم نخوره. هلوش هم نگیرید موقع جشنش. که اونا طعمداراش این آشغال بودن تلخشیه. خدا به دادم برسه. طلایی. خب این رنگ داخلشون مثلا نوشیدنی ها طعماشون فرق میکنه. معمولا این توشون فرق میکنه ولی خب ماشاءالله بدون الکل همشون یه رنگه دیگه. سلامتتون. تلخه تهش انگار عطر خوردی. عطر هست، عطر میخوری دیدید تا حالا خوردی عطر؟ اگه خوردی تو کامنت هم سوء استفاده رو. خیلی بدمزه است. اصلا تهش مثل انگار عطر خوردی. بعد هیچ بویی نداره، هیچ بوی. آب قشنگ
بوی هیچی میده. هیچی نمیده. اینم نخرید. واقعا اینا رو نخرید اصلا. این مالتیچ اصلا نخرید. دیگه لیموش باید خوب باشه دیگه. طعم لیمو زرد رو ببینیم چجوریه. فقط بسته‌بندی خوشگلی داره. اینا طعم خوشگلی نداره. خب اینم که طبق معمول همونجوری رنگش. باز این یه کوچولو بو لیمو بغلش رد کردن. احساس کنم با برنج همه برنج و لیموی کرده گذاشتن توی من. طعم آشغال میدم. تو همه‌شون تهشون بار کلاسیکو داره. این طعم کلاسیکو تو همه‌شون داره. یه تلخی تهش بذاره اذیت میکنه ولی برای چوسی خوبه. مثلا بگیری چوسی بیای من مثلا گفتم مالت ایچه لیمویی مثلا یارو نمیدونه بگم من ویسکی گرفتی بعد میخوره دنبالت میکنه تازه میفهم که آشغالیه. نخرید دیگه نخورید اینا. من چرا خریدم نمیدونم شما نخریدید من خریدم تست کنم که شما نخرید. دوستتون دارم. لایک و کامنت و از اونها فراموش نشه. کمک کنید حمایت کنید خواهش میکنم. خداحافظ.